اظهارات مشترک تاجیکستان و قرقیزستان درباره توافق حاصل شده. کمیسیون مشترک تاجیکستان و قرقیزستان برای به اعتدال آوردن وضع در نقطه‌های مرزی بعد گفت و شنود چند ساعته با نشر یک اظهارات مشترک از توافق حاصل شده خبر داد. در این باره از حکومت شهر اسفره به آزیا پلوس خبر دادند. در اظهارات مشترک گفته می شود که جانب‌ها عامل‌ها و پیامدهای حادثه روز 29 اپریل رخ داده را در مرز بررسی کرده به توافق دو جانبه رسیدند که نزاع‌های مسلحانه را قطع می‌کنند، هیئت شخصی و تکنیک‌های نظامی را به مکان دائمی بود و باششان می‌برند و برای راه ندادن به شدت گرفتن وضع چاره‌اندیشی می‌کنند. همچنین از حساب کارمندان نهادهای قدرتی و مقامات اجرایی دو جانب برای کاملا اجرا شدن تدبیرهای مذکور و ایجاد شرایط به اعتدال آورنده لازم جهت روند مؤثر گفت و شنودی که به منفعت مردم و دولت‌های دوست هر دو جانب است، گروه کاری تأسیس داده می‌شود. زیر این اظهارات مشترک از جانب تاجیکستان، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سید مومن یتیموف و از سوی قرقیزستان نماینده وکالتدار حکومت قرقیزستان در ولایت بادکن آموربک سوانالیف امضا گذاشتند.